زهره فکورصبور بازیگر سینما و تلویزیون خودکشی کرد. زهره فکورصبور بازیگر ایرانی 43 ساله سینما و تلویزیون شامگاه سه‌شنبه 10 اسفند درگذشت. پزشکی قانونی هنوز علت دقیق مرگ این بازیگر جوان را اعلام نکرده، اما خبرگزاری تصنیم به نقل از همسر او در گفتگو با پلیس نوشته است: خانم صبور جواب تلفنم را نمیداد که نگرانش شدم. در خانه را به روی سرایدار ساختمان نیز باز نکرده بود. پس از گشودن در خانه دیدم همسرم بیحال در پذیرایی افتاده که به سرعت با اورژانس تماس گرفتم. بر اساس این گزارش تلاش کارکنان اورژانس برای احیای زهره فکورصبور که ظاهراً اقدام به مصرف 100 عدد قرص آرامبخش کرده بود نتیجه نداده است. زهره فکورصبور در سریال‌هایی چون دلنوازان، مسافری از هند، روزگار جوانی و دردسرهای عظیم ایفای نقش کرده بود و این روزها مشغول بازی در یک سریال تلویزیونی به نام بی همگان بود. آخرین پست اینستاگرامی که این بازیگر منتشر کرده بود بخشی از یک مصاحبه تلویزیونیش بود که در جواب سوالی میگوید: اگر به گذشته برگردم اصلاً بازیگر نمیشوم. خدا را شکر اتفاقات خوبی برایم افتاد، اما از بچگی به دنبال زندگی آرام و بی دغدغه بودم. برگردیم به 20-25 سال پیش که این مسیر رو شروع کردید. این مسیر رو دوباره انتخاب میکنی یا نمیکنی؟ خیر. اصلا؟ ابدا. چرا؟ من بازیگر نمیشی خانم؟ اصلا. خیلی هم خدا رو شکر اتفاقای خوب برام افتاد. کلا از بچگی دنبال یه زندگی آروم و بی دغدغه و مثلا دوست داشتم. الان خیلی صادقانه بگم، الان اگر عقل اون موقع رو داشتم ازدواج میکردم، بچه‌امو بزرگ میکردم و شوهر میدادم، زن میدادم، این کارا رو میکردم. زندگی سنتی معمول. آره. یعنی اگرم واقعا یک روزی بچه داشتم هیچ وقت نمیذارم وارد این حرفه بشه و ترجیح میدم که سریع برگرده به یه زندگی عادی. که اینقدر صادقین، اینقدر صریح، اینقدر صمیمی. خب از خیلی کم توی دبیرستان دوست داشتم برم هنرستان صدا و سیما، ولی خب مادرم خیلی مخالفت کرد چون زیاد به بازیگری علاقه نداشت و همچنین اصلا کلا خانواده بودن که اصلا علاقه نداشتن. ولی بعد از اینکه دیپلم گرفتم خیلی اتفاقی یک سری از دوستانم که کار تئاتر عروسکی و دانشجویی اینا می‌کردن، من شروع کردم کار عروسکی کردن. بعد یواش یواش تئاتر هملت رو کار کردیم. بعد دیگه یواش یواش من رفتم کلاسای آقای سمندریان و تصویر شروع شد دیگه. چرا این کار؟ اصلا چیزی که با من کاملا 180 درجه فاصله داشت این کار، چون من یه آدم کاملا خجالتی بودم. یعنی این چیزی که الان میبینین اصلا نیستم. من یه آدم خجالتی بودم. تو دوران مدرسه من همیشه توی اتاقم در بسته درسمو میخوندم. یعنی این آدما نبودم که ارتباط برقرار کنم با خیلیا، ولی نمیدونم یه دفعه شد دیگه. کجا مسیر خودت؟ هنوز اون مسیری که بخوام قرار نگرفتم، با اینکه خیلی زمان دیگه دیر شده، ولی نه، هنوز اونجایی که دلم بخواد قرار نگرفتم. از نظر خودتون الان چه کار ارزش؟ تو چه زمینه‌ای؟ تو زندگی شخصی فکر می‌کنم همه کاری که کردم ارزشمند بوده. این که بعضی از کارهایی که واقعا نباید بازی می‌کردم با اینکه پول خوبی هم داشت قبول نکردم. شاید شرط خیلی سختی هم گذرونده باشم. شاید واقعا دلی برای یه سری از کارها که حتی پولی هم توش نبود رفته باشم، ولی واقعا یه کارهایی که پول خوبم داشت ولی واقعا فکر می‌کردم کار من نیست و قبول نکردم.